بیاراستی فوکوسا و سردانی و تخالا سرکه و سردانی نه مسئله ریاگش پیدان و مسئله بازرگانی بگومان عراق بردوامش با ترکیه بازار که گرینگ پیوندی جدی عراق بشه که گشتیاری ما کردستان عراق یعنی بازرگانی دیگر ترکیه هنه لیف سردان زده ترجبه گوتو بشکرنا روشن سیاسی و هر و امنیت و آسایش نبتایبتی هندک خالن نو هنکو پیوست انقره دگل بغدای گوتو بیش که یک جوانه وکو انقره دخوازم شام و بغداد نزدیکی هفدو بکش برکونه ها ترکیه خوبک حمایت کاره که شامه دبینه زیادتر تأثیر آویل سر شامه هیا دخوازه کو رین جدیتر و زیادتری دیپلماتیک پیدا بکش بکو پیوندی شامه حکومتانو یا سوریه دیگل ولاتن در دور باش ببین یک جوان جی عراقش بروی چنده سردان هاکان فیدان لترکیه گوری چافکانی دیپلماتیک جی زیاده با عالی خوی بازرگانی و نه تگوت بیش کردن زیاده تر مثلا دوسیان امنیت و آسایش و گشتانندی نافچین لیوه که مگوت مسئله بازرگانی هر دم کو ناو عراق و ترکیه بکله که هفدو اگر هم کماش خلکی کی عامل سر جاده جی بپرسن یک سر پاره و بازرگانی تی فکر خلکی چه مجبر کو قباره کی باشه بازرگانی دنابر هر دو عالیان ده هنه مسئله ریاگش پیدانی بریار کو روزن پیشی مرچنده کو برنامه اویا فرمینه هاتیه دیار کردن لی روزن پیشی ما شاندک جو وزارت بازرگانی ترکیه بریار کو سردان بغداد بکپشتی و هفدیتنا سر وزیر کارندر و هاکان فیدان دورجی شاندک وزارت بازرگانی دی بید بو بغداد و کما گوت تنها برنامه نهاتیه راگهاندن لی پیش بینی تکرین کو دناوا یک دو هفته ام پیشی آمده شاندک بید بو بغداد مسئله چیش بو ترکیه مسئله بگومانتنی بازرگانی نیاندک استراتژی نوین ترکیه جدی مسئله ده هنده کمپانی ترکیه هنده کالیک بیشن 35 کمپانی هنده هرچنده که حتی ناب فرمی ناو و ناوروکن وان کمپانی هاتن راگهاندن لی 35 کمپانی و که کنسورسیوم جبر کو پلانا ویره که دانا ویره که نتند بن ارک عراق و ترکیه ده هندک ولاتندی و که کنسورسیوم دوی پروژه ده جی دیگرن بحث اوه کو 35 کمپانی ترکیه جی دوی کنسورسیوم ده جی بگرن و جبو وی که جی ایرو وزیر کارن در و هاکان فیدان دل بغداد هندک دانستاندنان بکه ام جاره که دیگه بحث آمارم بکنش برکو مگوت یعنی قباره که جدی ها یعنی کمپانی ترکیه یعنی بلندری تایبتی بیناسازی در دور 1111 پروژه ورگرتنه بشک جوان تمام کنه بشک جوان بردوام قباره وان پروژه دیگه 35 میلیارد دلار هم واته تنی کمپانی بلندری یعنی متایدی لعراق در دور 35 میلیارد دلار کار کردن و کاروان بردوام سال 2023 از دست بکنش برکو سال 2023 جبو سال 2024 گوهرتنه که بر بچاف هبوید مسئله هاورده و هنارده دوات آلگورا بازرگانی در سال 2023 هنارده ترکیه 12.8 میلیارد دلار و هاورده و 1.5 میلیارد دلار بگشتی 14.3 میلیارد دلار قباره که بازرگانی دنابر هر دوالیان ده هبوید ده هر 8 مهن دست بکی یعنی سال 2024 هم هاورده هم هنارده زیده بوده و تا سال 2024 لگوری سال 2023 روش باشتر بوده بونمونه هنارده 8.9 گشه پیدان هبویه هاورده دیسا در دورا 30 صدی گشه پیدان هبویه و تا گشه کریه ام دوباره بکن که یعنی فوکوس آوی سردان بگومان مسئله بازرگانی یعنی نه لی آژانس ترکیه بحثا قباره 20 میلیارد دلار بازرگانیه دکن و که پلانجی هر دو آلیانج بخو آرمانجه که هدف دانه نکو حتی داویا سال 2025 و تا داویا ای سال قباره بازرگانی نزدیک 30 میلیارد دلار هم ببه هرچند کوف آمارن دستم دورش و آرمانجه لیبله هوج بووی که تیتدان بگومان گرینگ دالی خوی بازرگانی و گوتو بیجن سر ریا گشه پیدان جی اجبوها کان فیدان گرینگ لی د مسئله بازرگانی ده و کما گوت هفدیتن این گرینگ دانستاندن این گرینگ در روژن پیشی هم پشتی هاتن اشاندک جو وزارت بازرگانی ببینه روژه و کسره که نها زیده تر و کما گوت سر استراتژی امنیت و آسایش هاکان فیدان سردان بغداد دیگه زور سپاس و نکت زور باش رون کرده و شوکت هرکی لعنقره و زور سپاس زانری زور باش پیداین